من دکتر علی اشراقی استاد قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستم. تفسیر تراسه‌های همودینامیک رو با هم در جلسات قبل پارت‌های قبلی داشتیم. گفتیم که برای تفسیر تراسه‌های همودینامیک باید فشارهای نرمال تو ذهنمون باشه، تشخیص بدیم در کدوم حفره هستیم، پاتولوژی‌ها رو تو ذهنمون هایلایت کنیم و شروع کنیم به تفسیرش. ما اینجا می‌خوایم بین تنگی‌هایی که بین الوی و آورت هستن و گرادیان ایجاد میکنن افتراق قائل بشیم. تنگی هایی که بین الوی و آورت هستن میتونه تنگی ساب والوولار آورت باشه، میتونه تنگی آورت والوولار باشه، سوپرا والوولار آورتیک استنوزیس داشته باشیم، یا میتونه تنگی داینامیک باشه مثل HOCM هایپرتروفیک کاردیوماتیک هایپرتروفیک ابستراکتیو کاردیومیوپاتی HOCM. باید اینا رو در کت بلد باشیم از هم افتراق بدیم. قبل از اینکه اینا رو کلا از هم افتراق بدیم، دو دسته کلی رو از هم افتراق بدیم. آیا الویوتی گرادیانی که ما داریم فیکس ورسس داینامیکه؟ آیا تنگی ما فیکس یا داینامیکه؟ اینجا با یک شکل شماتیک براتون کشیدم. ثبت همزمان فشار الوی چون دیاستول میره بالا و فشار آورت چون دیاستول میاد پایین. اینجا هم همونطور ثبت همزمان فشار الوی و آورت رو داریم. پیک ها بر هم منطبق نیستن. یه پاتولوژی پس بین فشار آورتمون و الویمون گرادیان در سیستول وجود داره، تنگی وجود داره. اینجا هم همونجور تنگی وجود داره. تنگی که فیکس باشه ما لیت پیکینگ هستیم، پیک ها بر هم منطبق نیستن. در حالی که در تنگی های داینامیک درست گرادیان وجود داریم ولی داره از همون الگو تبعیت میکنه، با همین آپستروک میره بالا و میاد پایین. اینجا این آپستروک ها از هم فاصله گرفتن، پیک ها بر هم منطبق نیستن. پس لیت پیکینگ بودن به مفهوم گرادیان فیکس، در حالی که اگر که پیک ها بر هم منطبق باشن گرادیان ما داینامیکه که گرادیان داینامیک هم همون HOCM هست. یه شکل دیگه من شماتیک براتون کشیدم. این بیمار ما فشار بین الوی و آورتش در سیستول گرادیان وجود داره. طبیعتا قرمز فشار آورتس، مشکی فشار الویه. بین آورت و الوی گرادیان وجود داره که من مینش رو به صورت سبز براتون نشون دادم. پیکش هم که مشخصه. اینجا ببینید که این لیت پیکینگ هست. این پیک آورت بر پیک در واقع الوی منطبق نیست، یا به عبارتی این آپستروک ها با هم زاویه دارن، از هم فاصله گرفتن. پس این یک تنگی فیکس هست بین الوی و آورت. و این یکی رو که در واقع دقت می‌فرمایید، این می‌بینید که بین خب دوباره شروع می‌کنیم. این یه شکل شماتیک هست، من خودم براتون کشیدم. این شکل سمت چپی رو دقت بفرمایید. ثبت همزمان فشار الوی چون دیاستول میره بالا و آورت چون دیاستول میاد پایین هست. پیک ها بر هم منطبق نیستن، پس گرادیان سیستولیک بین الوی و آورت وجود داره. من با سبز مینش رو علامت زدم برای شما، پیکش هم که مشخص هست. دقت بفرمایید پیک ها بر هم منطبق نیستن، یعنی زاویه وجود داره بین آپستروک فشار دهلیز فشار بطن چپ و آورت. این قسمتی که مشاهده می‌فرمایید لیت پیکینگ به عبارتی، بنابراین این یک تنگی فیکس. اینجا اگر دقت بفرمایید پیک ها بر هم منطبق هستن و فشار الویمون یه اسپایک اندام وجود داره. خب اینجا این گرادیانمون داینامیکه بین الوی و آورت چون پیک بر هم منطبقه. اینجا استاتیکه و به عبارتی در اسلاید قبلی اگر دقت بفرمایید اینجا لیت پیکینگ وجود داره، اینجا پیک ها بر هم منطبقن. اینجا در واقع بین الوی و آورت اینها از هم فاصله گرفتن، در حالی که اینجا کاملا ابستراکشن بر هم منطبقه. پس این میشه گرادیان داینامیک، این میشه استنوز فیکس و به عبارت دیگه این میشه فیکس و این میشه داینامیک. البته این من دو قله‌ای بودن فشارشو که باز در HOCM و گرادیان های داینامیک دیده میشه براتون هایلایت کردم. قد بفرمایید که اینجا هر دو پیک در سیستول هست، نه در سیستول و دیاستول که در پاتولوژی های دیگه ای دیده میشه. در ادامه این که آیا گرادیان ما فیکس هست یا داینامیک هست، به عبارت تنگی ما فیکس هست یا داینامیک هست، من یک تنگی دریچه آورت رو براتون هایلایت کردم که در PVC چه اتفاقی میفته.
خب این فشار الوی ماست، دیاستول میره بالا، فشار آورت ماست، دیاستول میاد پایین. دقت بفرمایید که پیک ها هر دوتا بر تی منطبق هستند بر نوار قلب و اینجا لیت پیکینگ بودن رو داریم. یه پی وی سی اتفاق میفته. هیچ وقت ما پی وی سی رو تفسیر نمی کنیم، یعنی بیتی که در پی وی سی هست اصلا ما بهش کار نداریم، همیشه فاز یا بیت پست پی وی سی رو تفسیر میکنیم. در بیت پست پی وی سی میبینید که فشار الوی رفت بالا، فشار آورت هم رفت بالا و گرادیان بین الوی و آورت تغییر زیادی پیدا نکرد. این گرادیان ما فیکسه. پی وی سی در گرادیان فیکس مثل تنگی والوولار آورت باعث میشه که هم فشار الوی بره بالا هم فشار آورت بره بالا، گرادیان خیلی تغییری پیدا نمیکنه. حالا فرض کنیم که پی وی سی اتفاق بیفته در یک الویوتی گرادیان که تنگیمون داینامیک باشه. ثبت همزمان فشار الوی آورت به صورت در واقع شماتیک براتون نشون دادم. اینجا پیک ها درست گرادیان دارن ولی بر هم منطبقن و این آپستروک ها زاویه با هم ندارن. این به مفهومی که گرادیان داینامیکه. حالا ببینیم پی وی سی چه اتفاقی میفته. یه پی وی سی در نوار سطحی اتفاق افتاد. گفتیم هیچ وقت ما پی وی سی رو تفسیر نمی‌کنیم، فاز پست پی وی سی رو تفسیر می‌کنیم. در فاز پست پی وی سی فشار الوی رفت بالا ولی فشار آورت آمد پایین و گرادیان افزایش پیدا کرد، پالس پرشر آورت کاهش پیدا کرد. این میشه پدیده بروکن برانوالد، نشانه انسداد داینامیک بین الوی و آورت که میشه هایپرتروفیک ابستراکتیو کاردیومیوپاتی. اجزاش یک بار دیگه با هم میبینیم، ذکر کنیم. در فاز پست پی وی سی فشار الوی میره بالا، فشار آورت میفته پایین، گرادیان الوی آورت افزایش پیدا میکنه و پالس پرشر آورت کاهش پیدا میکنه. این میشه اجزاش همش با هم میشه بروکن برانوالد، نشانه یک فشار یک گرادیان داینامیک بین الوی و آورت که میشه در واقع HOCM. در حالی که اینجا دقت بفرمایید پست پی وی سی فشار آورت رفت بالا، فشار الوی رفت بالا ولی فشار آورت هم رفت بالا و گرادیان تغییر نکرد. این میشه گرادیان فیکس، اون میشه گرادیان داینامیک. بقیه مسائل رو، پاتولوژی های دیگر رو باز در قسمت های بعدی در خدمتتون خواهیم بود.